یک جهت دیگر من در این رابطه خدمت شما عرض بکنم و او مسئله حسن معاشرت با مردم و جوان هاست. از نظر اخلاق و از نظر رفتار با مردم خوش رفتاری بکنید، اخلاقتون مردم رو جذب بکند. خیال نشه حالا که مثلا حکومت در اختیار روحانیت و قدرت در اختیار روحانیت، پس ما هر تحمیلی میتوانیم داشته باشیم خدای نکرده و هر گونه زوری میتوانیم به مردم بگوییم. حالا برفرضم که بتوانید که تازه نمیتوانید، شما باید جنبه‌های معنوی مسئله رو در نظر بگیرید. شما در روی کره زمین آیا حقیقتی بالاتر از حقیقت رسول خدا سراغ دارید؟ نه. خب پس چرا پیغمبر عظیم الشأن با اینکه مجسمه حقیقت بود، معذالک خداوند میفرماید که لو کنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اگر یک آدم سنگین دل و آدم خشنی بودی، این مردم از دور تو پراکنده می شدن. با اینکه دیگه حقیقتی بالاتر از حقیقت رسول خدا ما نداریم در روی کره. معلوم میشه از این عبارت که حقیقت من حیث هو به تنهایی جاذبه نداره. جاذبه باید ضمیمه این حقیقت باشه و او عبارت از اخلاق عظیمه، اخلاق کریم است. حسن معاشرت، رفاقت با این مردمه، صمیمیت با این مردمه. تصور نکنیم حالا ما چند کلمه اصطلاح آموختیم، چند جمله و چند مسئله فقهیه رو میتونیم استنباط بکنیم، حالا یه تفوقی بر این مردم پیدا کردیم و باید این مردم رو به عنوان مثلا نوکران خودمون فرض بکنیم. نه، ما این چیزهایی رو که آموختیم برای هدایت این مردمه و اگر این مردم بخوان هدایت بشن باید باشون رفاقت کرد. باید این مردم وقتی اهل علم رو میبینند خیال نکنن یک موجود خشن زمخت بد اخلاق اینجوریه. نه، یک آدم رفیق صمیمیه و بفهمن که دلش هم میخواد که دیگران هدایت بشن، دیگران دارای سعادت بشن، دیگران دنیا و آخرتشون اصلاح بشه. لذا این جهت رو خوب بهش توجه داشته باشید، چون من موارد زیادی رو سراغ دارم که روی عدم حسن معاشرت، فاصله بین اونها و بین مردم ایجاد شده، ولو اینکه هیچ خلاف شرعی هم نبوده، خدای نکرده مسئله ای هم نبوده، ولی روی همین عدم رفاقت با مردم رو به حساب نیاوردن، مردم رو تحویل نگرفتن.